پردازش تصویر با کمک هوش مصنوعی نقش مهمی در پزشکی مدرن ایفا می‌کند. این فناوری با تحلیل دقیق و سریع تصاویر پزشکی امکان تشخیص زودهنگام، ارزیابی شدت و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های درمانی را فراهم می‌کند. الگوریتم‌های یادگیری عمیق مانند شبکه‌های کانال‌روشنی یا CNN برای شناسایی انسداد عروق کرونری، کاهش جریان خون یا آسیب به عضله قلب استفاده می‌شوند. پردازش تصاویر با هوش مصنوعی در تشخیص سکته قلبی با ارائه تشخیص سریع، دقیق و شخصی سازی شده نقش مهمی در نجات جان بیماران و بهبود نتایج درمانی ایفا می‌کند.